یکی از کم جمعیت ترین شخصیت ها روی کره زمین، INTJ. راجع به شخصیت معمار میخوایم صحبت بکنیم. این شخصیت به چه صورته و چه ویژگی ها و چه پوینت های مثبت یا منفی این شخصیت داره. خب ادامه بدیم. این شخصیت، اول یه توضیح و یک مقدمه از صحبت ها بگم که این شخصیت به چه صورته. اهل تخیل و در عین حال قاطع، بلند پرواز و در این حال گوشه‌گیر هم هستن. خب یه شخصیت‌های دوگانگی خیلی خاصی وجود داره تو این اشخاص که خب درصدشون هم خیلی کم هست. شگفت انگیز کنجکاو هستن. اغلب کودکان خرخون لقب داده میشن. همین کودکای بچه‌ها بهشون میگن بچه خرخون. خب که مثلا افرادی بودن که توی در واقع موقعی که میرفتیم مدرسه بود یه سریا بودن که کلا خرخونه اونجا بودن. تعدادشون هم خب شما میدونید خیلی تعداد پایینی بودن و اینا کلا یه چیزی میخواستن بخونن، بخوان مطرح کنن یا مثلا یه امتحانی چیزی داشتن میخواستن، یه وظیفه‌ای بود میخواستن انجام بدن، خیلی روی اون دیتیل میشدن و عمیق کارشون رو انجام میدن. همون بچه خرخون خودمون. خب میخوایم ادامه بدیم، میریم سراغ بقیه داستان. همزمان هم رویا پردازن، رویا پردازترین هم بدبین ترین شخص اون مجموعه هستن. یعنی هم رویا پردازترینن و رویا در واقع بهترین چیزها رو میخوان، یعنی در واقع ذهنیتشون به اون سمت میره، هم در عین حال بدبین ترین آدمن. حالا بستگی به شرایطی که واسهشون پیش میاد داره. خب همه چیز باید در معرض پرسش و ارزیابی مجدد قرار بگیره. ببینید رفقا، این شخصیتیه که یه مسئله رو میاره، شروع میکنه به در واقع از تمام زاویه ها به قضیه نگاه کردن. میاد نگاه میکنه، میگه که آقا باید این از فیلتر این ذهنیت این فرد عبور بکنم. یعنی میگه مثلا یک در واقع میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، یک پروژه‌ای رو انجام بدیم، اینا فعال هستن، منفعل نیستن، میرن انجامش میدن. خب اما در حین انجام دادن یه ذهن پرسشگر هم دارن. میگن آقا من میخوام این کار رو برم انجام بدم، میام لیست میکنم آقا این کار چه پتانسیل هایی داره، بالا پایینش چجوریه، اگه نشد به چه صورت. خب میان این افراد کلا یک مسئله رو از زوایای مختلف ارزیابی میکنن و بعداً به اون رسیدگی میکنن. اوکی، بخوام راجع به نقطه قوت ها و نقطه ضعف هاشون صحبت بکنم. نقطه قوت معمار اصل بودن، کنجکاو، مستقل، آگاه، مصمم، منطقی. گزینه اول گفتم اصل بودن. ببینید اصل بودن به معنای واقعی کلمه منظوره. یعنی چی؟ یعنی اون شخصیتی که داره همونیه که هست، درو نیست. میدونی اگر یه جاهایی میاد مثلا گوشه‌گیره این شخصیت این در واقع رفتار رو به همون صورت ادامه میده، گوشه‌گیره. خب اون لحظه کل دیتاش همینه. فکر نکنید مثلا توی دلش مثلا خوشحاله بعدا رفته گوشه‌گیر هم شد. نه، وقتی گوشه‌گیره واقعا گوشه‌گیره. خب این در واقع یکی از شگفتی‌های این در واقع شخصیت هست که خالصه و این کارا رو به این صورت انجام میده. این راجع به نقطه قوتاش بود. راجع به نقطه ضعفاش خب اون کلمه رو فقط خواستم توضیح بدم. نقطه ضعفاش بدون سرنخ اجتماعی، مبارز، بیش از حد انتقادی، راجع به اون که گفتم از هر جهت میاد، ذهن پرسشگری داره، رد احساسات، غروری که داره نه واسه این که بخواد مثلا شخصی رو بکوبه یا افراد زیر پا له کنه، نه، غروری که داره منباب کاریه که میخواد واسش متعهده، میخواد انجامش بده. گفته بودیم بچه خرخون بهشون میگی، مثلا به همون بچه خرخونا بهشون میگی که آقا این افرادی که معمارن بهشون میگی آقا چرا اینقدر خودتو کشتی، حالا 19 بگیری هم اتفاق خاصی نمیفته. خب اینا تو ته دلشون میخندن، میگن نگاه کن من اینقدر تاثیرگذار بودم، اینقدر خوندم، اینقدر کارو درست انجام بدم که اینا باعث شد اینا بیان سمت من بگن که آقا تو چقدر میخونی. یعنی رو اونا تاثیرگذار بودم،
پس کارم درسته، پس دارم راه درست میرم، بیشتر میاد این کار انجام، بیشتر اتفاقا تاثیر این افراد رو اینا اینه که بیشتر میان سمت مثلا خرخونی که دارن انجام میدن. خب اینا واسه اینه میگم غرورش میاد برمیگرده به این که در واقع روی کارش تعهد داره و متعهده. میایم پایینتر، دوستی ها. خب میخوام ببینیم در واقع چه افرادی میتونن با این شخصیت معمار دوستی کنن و اصلا توی دوستی هاشون به چه صورتن. خب توضیح داده، میگه که انرژی خود را صرف هیچ کس نمی کنن. خب و الان توضیح میدم. و شناخت آنها ممکن است دشوار باشد. دوستی با یک معمار همیشه آسان نیست. خب یکی برمیگردیم. خب شناخت آنها ممکن است دشوار باشد. دشوار بودن شناخت آنها گفتم ممکنه. خب اولا خب خالصن دیگه، یعنی شخصیت خالصی دارن، اما در عین خالص بودنی که دارن یه جا میبینی مثلا طرف شخصیتش گوشه‌گیر میشه، یه جا میبینی از شور و هیجان انقدر ورجه بوجه میکنه اصلا شخصیتش تغییر میکنه. میدونی هر جای یک پوینتی داره. خیلی افراد کمیانا، یعنی 2% از کل جهان تشکیل، اما یه همچین قابلیتایی رو هم دارن و 100% به کارشون میاد. خب در واقع انرژی خود را صرف هیچ کس نمی کنند. یعنی این اشخاص ترجیحشون اینه به جایی که بیان در واقع روی افراد دیگه سرمایه گذاری کنن به صورت ذهنی یا مثلا تکنیکال بخوان عمل بکنن روی بقیه موضوعات، کاری که میکنن روی خودشون سرمایه گذاری میکنن و ذهنیت خودشون رو ملاک قرار میدن. خب با خاطر اینه که دوستی با یک معمار همیشه آسان نیست. خب یک شعاریه که توی این شخصیت وجود داره و بهش پایبند هم هستن. خب بریم واسه ادامه مسئله. آنها ترجیح میدن فقط چند دوست خوب داشته باشن تا یک حلقه از در واقع تا یک حلقه. خب معماران به عمق و کیفیت اهمیت میدن، بزرگ از آشنایان. خب این قضیه ببینید به عمق و کیفیت اهمیت میدهن یک چیز مشخصیه. خب این اشخاص خب گفتیم تعداد کمی از جهان رو تشکیل میدن. خب تعدادشون پایینه، درصدشون پایینه، اما عمیق‌ترن. خب یک مقدار عمق بیشتری از قضیه رو میخوان احاطه بکنن. یعنی چی؟ ببینید فقط چند دوست خوب داشتن، خب بعضی از شخصیت‌های دیگه هم به همین صورت هستن، اما اینا باز فیلترهای خودشونو دارن. ببینید یه دوستی رو این شخص میخواد پیدا بکنه، ببینید ذهنیت رو داشته باشین، یه دوستی رو این شخصیت معمار میخواد پیدا بکنه که هم که اون شخص، یعنی انگار داره دنبال یه معمار دیگه میگرده، هم توی اون شخصیتش تغییر رویه رو داشته باشه. مثلا اگر مثلا گوشه‌گیره، رفیقش هم باش هماهنگ بشه. یعنی نه اینکه مثلا حالش گوشه‌گیره الان مثلا در واقع تو خودشه، نه یاد رفیقش مثلا چه میدونم جشن و شادی و اذیت و شوخی و اینا بکنه کنارش، نه، اونا موقع خودش رو داره. خب پس هر چیزی موقعیت و زمان خودش رو داره و واسه معمار یه همچین دوستی که بیاد این کار رو بکنه یه مقدار واسهش آزاردهنده است و واقعا اذیتش میکنه. خب بریم واسه ادامه دادن قضیه. خب مسیرهای شغلی رو بخوام بهتون بگم، قبلش بهتون بگم معمار اگر بخوام راجع به دوستیاشون صحبت بکنم، یک دوست منحصر به فرد میخواد. این یک نکته خیلی جدیه که بخوام آشنا بشین با این شخصیت. یک دوست منحصر به فرد میخواد، با بقیه فرق کنه دیگه. با بقیه فرق کردن هم اینه که مثلا شما اون جزو اون درصد خیلی کم باشید. درصد خیلی کم هم افرادی هستن که چی هستن؟ معمارن. پس ترجیح میدن با هم شخصیت های خودشون در واقع بیان معاشرت داشته باشن، دوستیاشون رو اون سمتی میبرن. ادامه بدیم. مسیرهای شغلی معمار، کنجکاوی آنها را برانگیزد و از هوش آنها استفاده بکند. ببینید این افراد ذهنیت قدرتمندی دارن. گفتم از چندین زاویه میتونن به یک مسئله به صورت پرسشگر روش مانور بدن. خب و اون مسئله رو میتونن در واقع بیان تحلیل بکنن. خب
این قضیه باعث میشه که در واقع انگیزشون واسه کار کردن رو اون پروژه بیشتر بشه. پس ذهنی احتیاج دارن که بتونن از آن هوش و ذکاوتی که وجود داره بتونن راحت استفاده بکنن. گزینه بعدی اینه که اگر شرح یک شغل باعث میشود یک فرد عادی فکر کند که آها ای وای سخت به نظر میرسد و از پسش بر نمیایم، دقیقاً همون جاییه که معمارا وارد میشن و تو همون شغله که معمار در واقع موفقیت آمیز میاد بیرون و اتفاقا از اون کاری که میخواد انجام بده لذت هم میبره. چرا؟ چون گفتم اینا ذهنیت پرسشگر دارن و دنبال اون کار سختن که بیان انجامش بدن. گفتیم بچه درس خوندن پشت سر هم و فشرده و توی فشار رو دوست دارن انجامش میدن و توش موفقیت آمیز میان بیرون. خب به اون کاری که میخوان برسن، به اون چیزی که مد نظرشونه توی این کار میرسن حداقل. خب به خاطر همینه که میگم توی این کار میتونن موفقیت آمیز باشه کارشون. خب در محل کار شخصیت های معمار اغلب به دلیل شایستگی و اثر بخشی شناخته میشن. خب مشخصه که گفتم که فردی که تعداد در واقع شخصیتایی که تعدادشون پایینه، کیفیت و در واقع تاثیرگذاریشون هم خب در واقع میتونه بالا باشه. معماران تمایل دارن موقعیت هایی رو ترجیح دهند که استقلال رو ارائه دهد. ببینید گفتم توی دوستی هاشون به اون صورتن. استقلال یعنی دیگه همون در واقع مستقل بودن دیگه. خب مستقل بودن به این معنیه که اونا میخوان تنهاتر، شلوغ خلوت‌تر کارشون رو انجام بدن. از شلوغی کار خوششون نمیاد توی در واقع مسائل شغلی که دارن. بریم سراغ ادامه مبحث. این تیپ شخصیتی برای تدبیر، ظرفیت، بینش، تعهد و در خود و دیگران ارزش قائل است. خب یعنی واسه این که مثلا شما در خودتون تعهد دارین و به کارتون ارزش میبخشید، میتونه همکار خوبی واسه شما باشه. خب و توی محیطی که این افراد وجود دارن میتونه اونجا جای معمار باشه و اونجا میتونه لذت کار کردن در کنار افرادی که متعهد هستن به شغلی که دارن واسهش لذت بخش باشه. بریم سراغ ادامه. آنها معتقدند که همه باید کار خود را با بالاترین کیفیت و استاندارد ممکن انجام بدن. خب اینا تو شخصیتشون اینجوریان، دوست دارن که استانداردها همه رعایت بشه. شخصیت‌های معمار خواستار پیشرفت و تکامل هستند و عاشق کشف ایده‌های جدیدن. خب ذهن پرسشگر دنبال ایده‌های جدید دیگه. خب و به این قضیه میرسه. معماران ترکیبی از تحلیل منطقی و سخت‌کوش را اساس موفقیت خود میدن. میگن آقا این معماری که ما داریم ازش صحبت میکنیم دوست داره که از جاده خاکیه بره به موفقیت برسه. یعنی یک کوچولو کار سخت‌تر باشه، یک کوچولو کار غیر ممکن تر باشه تا بره به اون هدفی که داره برسه. خب این قضیه منظور اینه که در واقع معمار یه همچین شخصیتی داره. خب حقیقت اینه که معماران میتوانند نقاط قوت خود را تقریبا برای هر نقشی به کار ببرند. خب شخصیتی که درصد کمی از جوامع رو تشکیل میده و دورش هم خب خلوت و توضیح دادیم همه این قضایا، نقطه قوت ببینید میتواند نقاط قوت خود را تقریبا واسه هر نقشی پیاده بکنه. آقا مثلا میخوای معمار رو بفرستی پشت میز کار کنه، اون معماری که پشت میز کار میکنه وظیفه‌شو به درستی انجام میده. چرا؟ چون سخت کوشه. از جاده خاکی میتونه بره به موفقیتایی که مد نظرش هست برسه. پروژه های جدید رو میتونه استارت بزنه. پشت میز نشستن که واسهش خیلی آسان‌تر میتونه باشه. خب پس میتونه به هر کاری در واقع هر شغلی رو، چون مثلا مسیرهای سخت شغلی رو خوشش میاد مثلا انجام بده، تو هر کاری میتونه به موفقیت مد نظرش برسه. خب واسه اینه اگه بخوام ببندم قضیه رو راجع به معمار و کلا توضیح بدم که به چه صورته، هر وقت با یه معمار روبرو شدین و میخواستین باهاش صحبت بکنین و جذبش بکنین، دوستش بشین، باهاش رفاقت بکنین و همکارش بشین توی مسائل شغلی، سعی بکنید در مسیر اون شخصیت حرکت بکنید. منظور چیه؟ یعنی اگر راجع به یک قضیه ناراحت شد، داشت ناراحتی جلوه میداد خودشو، شما هم سعی کنید نشون بدید در احساس و در
راستای اون قضیه خودتون هم ناراحت باشید، یا اگه مثلا راجع به یک مسئله داشت جشن میگرفت، شادی میکرد، شما هم سعی کنید جشن بگیرید و شادی بکنید و احساس بکنید که دارین از اون قضیه لذت میبرید و این اشخاص کنار شما، کنار این در واقع معمار، یعنی در واقع معمار میخواد که یه همچین اشخاصی کنارش باشه واسه اینکه در واقع بتونید دوست این شخص بشید، باید این مدلی کنارش باشید. امیدوارم که بتونم تونسته باشم کامل قضیه رو واسهتون شرح داده باشم و تونسته باشم یک توضیح کامل از شخصیت معمار و خدمتتون ارائه بدم. امیدوارم که نکات واسهتون مفید باشه. اگر که من تونستم تو این ویدیو به صورت کامل اون شخصیت رو، در واقع شخصیت معمار رو واسهتون راحت و آسوده جلوه بدم و بتونم یک تأثیر خیلی خوب توی این زمینه داشته باشم و شما تونستین از من یک چیزی رو یاد بگیرید، حتما کانال منو سابسکرایب داشته باشید که ویدیوی بعدی که منتشر شد، در واقع اگه زنگوله رو رو حالت آل قرار بدید، نوتیفیکیشن واسهتون ارسال بشه و لایک زدنت باعث دلگرمی به من میشه و ساجست دادن ویدیو من به افراد دیگه و اینطوری تو به من کمک کردی. واسم کامنت بذار و امیدوارم که همیشه صحیح و سلامت و ذهنی آسوده داشته باشی. درود بر شما.